به نام یاد خدا. دوباره خوش آمدید به یکی از ویدیوهای دیگرمان. موضوع امروز ما درباره تریچک یا سه چک می باشد. تریچک یا سه چک به چی منظور است یا به چی مفهوم است؟ تریچک به منظور سه بار چک کردن دوا که مورد تایید ما قرار بگیرد، آن را ما چه کنیم؟ تطبیق بکنیم. شماره یک، زمانی که ما دوا را از الماری میگیریم چک می نماییم. شماره دو، وقتی بخواهیم دوا را آماده نماییم بازم چک می نماییم. شماره سه، وقتی که دوا را بخواهیم دور بندازیم یا دوباره در جایش بانیم دوا را چک میکنیم. بعد از این سه شماره ما چی را چک میکنیم؟ ما در سه چک 5 شاخصه دوا را چک مینماییم. شماره یک، وقت زمانی که ما دوا را گرفتیم مطابقت با نسخه میدهیم که همین دوایی را که ما آماده مینماییم با نسخه مطابقت داره یا خیر. شماره دو، طریقه تطبیق دوا را چک مینماییم که آیا دکتر به طریقه که گفته دوا با خود داره یا خیر. مثلا دکتر گفته آیوی یا وریدی برش زرق بخور، میبینیم دوای ما آیوی داره یا خیر. یا مثلا گفته آیم زرق بخور، میبینیم که دمی دوای ما زرق ازلی را با خود داره یا خیر. در صورتی که دوا طریقه تطبیقش درست بود در مورد تایید ما قرار میگیره. شماره سه، میریم سر چی؟ دوز دوا. میبینیم که همین دوایی را که دکتر برای ما داده، مثلا 500 میلی گرم دوا را گفته برای مریض تطبیق بکو، میبینیم آیا همین دوا 500 میلی گرم را با خود داره یا خیر. در صورتی که داشت مورد تایید ما قرار میگیره. در صورتی که نداشت ما میتونیم دوباره بریم از دواخانه دوای جدید بگیریم، با مو دوزی دکتر خواسته باید ما تطبیق بکنیم. شماره 4 که است رنگ دوا را چک می‌نماییم. زمانی که ما بخوایم دوا را تطبیق بکنیم، مثلا دوا از دیروز ما تطبیق کردیم در جای مناسب نمونده، میبینیم که رنگش تغییر کرده، تطبیق نمیکنیم. در صورتی که میبینیم رنگش تغییر نکرده درست است، ما اون زمان حق داریم که برای مریض چی کنیم؟ تطبیق کنیم، مورد تایید ما قرار میگیره. شماره 5 که از تاریخ انقضای دواست. زمانی که ما شما دوا رو میگیریم باید ما دوا رو چک بکنیم که از پیش فارماسیست کدام اشتباهی نشده باشه، دوای تاریخ تیر شده آماده باشه. در صورتی که ما ببینیم دوای تاریخ تیر شده است ما حق تطبیق آن را نداریم، دوباره مسرت می‌نماییم. پس دوباره باید در دواخانه ببره یک دوایی رو بره که تاریخ داشته باشه. بعد از آن ما حق تطبیق را داریم که تریچک به همین منظور است. درست ما باید دوا را مد نظر بگیریم، مورد تایید ما قرار بگیره، بعد از ما چی کنیم؟ دوا را تطبیق کنیم. به این میگن تریچک. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما چنل یوتیوب ما را لایک، فالو اند سابسکرایب نمایید. تشکر.